سخنی خوب، خیلی پسندم اومد. راستی خوب گفت. ممدوح را حتما از دستشون باید گیریم. سردارم شما میدونید که آنها در کجایند؟ میدونم، لیکن آنجا را حمله کردن خوب نیست. آدمی زیاد دارند. ما که به درون درایم ممدوح را حتما به قتل میرسانند. به شما یک چیز بگویم. مرحمت آقای مسر. حاضر پیکاس با ما صحبت میکند. آقای مظهر، مطمئنم که در نزد شیربچه یگیت هست. ها، البته که نجیب هم در آنجاست. به نجیب بگو که خوراکای نظارتخانه بد بود. میخواهم که یگان روز با او ضیافت بدهم. البته که با تیرها. خواطر نشوید، درونش زهر نمیگذارم. باور نکنید ممدوح را خوراک سنج تعیین میکنم. اول مزه تیرها را او میسنجد، بعد به شما مزه تیر را میگوید. انتظار خبری من شوید. این مراسم کی آغاز مییابد؟ این مراسم کی آغاز مییابد؟ وقتی که بران تشریف آورد. به این آدم ها نگاه بکن. چه احمق هاست. من نمیفهمم چگونه از تصیابی دولت باور میکنن. اگر وقتش آید شما را هم به چنین حالت میارند و در بین میمانید. اگر کارمون تمام شود اول من میپرونم. من هم تو را کمک میکنم. مرحمت سردارم. من برای سیر و گشت آمدم. برای تفتیش آمدم. وقت ندارم. مراسم آغاز شود. چی خیلی که امر کنید سردارم. محترم برهان شفق، دستهایتون را بالای سلاح گذارید و گفته های مرا از پس من تکرار کنید. من هیچ نفهمیدم که برای چی این کار را از حد زیاد میخواید آقای منیک. قسم یاد کردن بر دعوا صداقت می افزاید. در قرآن هم خدا قسم میخورد. این هم معنای آن است که شما قسم یاد کرده صداقتتون را نشان میدید. ما هم به شما یک امور پیشروی تأمین میکنیم. خب اما این ثبت کنی را هیچ قبول نکردم. فکر میکنی که ناگاه با میدان میبراید؟ خواهش میکنم تکرار کنید. برای هستی آزادی دیگر ملت، برای حفظ کشور نو تأسیس و پراکنده نشدن آن. مرحمت. برای هستی و آزادی دیگر ملت، برای حفظ کشور نو تأسیس و پراکنده نشدن آن، با باوری کامل به بیاننامه کشور دیگر که از طرف ججک تأسیس می‌یابد. با باوری کامل به بیاننامه کشور دیگر که از طرف ججک تأسیس می‌یابد. شنید چی شد بچه ها؟ جای ممدوح را یافته توانستید؟ همه جا را کافت و کاف کردیم. افسوس یگان ایزی کوچکی هم نیافتیم. آقای مسخر، به قدر سوراخی سوزن هم نموده جستجو کردیم و مثل که زمین کفی دستو در آمدند. نیست که نیست. صد افسوس که نیست. ممکن حیاتش در خطر باشد. شاید از طرف آدم های آنها را بوده شده است. باید کاری کرد که ممدوح را از دست ارکین کندو حتما نجات دهیم. آقای مسخر، مرحمت آقای مسخر، ثبتی برهان شفق. توبه کردم. آنها هیچگاه آرام نمیشینند. تمامی کارشان خون ریزاندن، رذالت، کشتار و فتنه و فساد کردن است. کار آنها آماده کردن دام است و کار ما نقشه آنها رو برباد دادن است. لیلا، از آنها دیده باید زیادتر کار بکنیم و کاری بکنیم که آنها موفق نشوند. عاطف، مکانیک رو باید که یابیم. فهمیدم آقای مسخر. من
من به فعالیت جیجیکا از تحت دل صادقانه خدمت میکنم و در نزد پیشوا به ناموس و شرفم. من به فعالیت جیجیکا از تحت دل صادقانه خدمت میکنم و در نزد پیشوا به ناموس و شرفم. با فکرم قسمتون درست نیست، زیرا در شما شرف نیست. تو خاموش شو، نوبتی تو هم میرسد. خاموش شو وگرنه زبانت را میبرم. در اینجا نفری نمیبینم که زبان مرا ببرد. اید آمده. خاموش. به ناموس و شرفم قسم یاد میکنم. به ناموس و شرفم قسم یاد میکنم. کجا شد حکایه های دموکراتی و برادری؟ و این کارتون چی معنی دارد؟ احمق تو چه ها میگویی ها؟ با آینه نظر کنید، در چهره کدامت شرف است؟ شما نفرانی هستید که برای 3 درهم شده شرف و ناموستون را فروختید. گوش کن مرا، حاضر من تو را در همین جا. شیر بچه. آقای مسار، مکانیق برهان شفق را پیدا کردم. آفرین عاطف. کلک ما هم بسیار فعال است آقای مسار. آقای مسار در کجا باشد؟ ما در حال برویم. تو با نجیب همین جا هستید. در اینجا به شما احتیاج دارم. لیلا، همراه خیری و نیازی زود به راه برآیید. اطاعت آقای مسار. خیری، نیازی با من بیایید. احتیاط کنید. اثر پیشوی خبردار کنید، ما رو به خبر نمانید. باز عقل و هوشمان به تو ببخشید، به شما نماند. بله اکیگید، بله ما شنیده همون رو فهمیدیم. بیا رویم نیازی، هیچ کس فکری ما رو نمی کند. تو همه سخن رو به خودت ای خدای من، تو هم افشا مکن، میخوام مناسبتشون خوب شود. به دل نگیر خیری، به دل نگیر. تو نمیدانی وگرنه در همین دنیا در خصوص تو چنان فکر میکنم. راست میگوید اکا، من رو بسیار دوست میدارید. کو بگوید چقدر دوستم میدارید، از برای خدا بگوید. اکنون در هیجانم. خیری خیر بس بودگی. خیری دویمو خیری. برگوی بس است، کنی دنبال کار شو. فهمو زود رفتیم. خب الو؟ شیر بچم چه خیلی؟ پیکاس زنگ میزند. عاطف در حال مکانش را یاب. فهمو اکا، تو هم کوشش کن که بسیارتر گپ زنی. خب بلنگویک رو بیمون، ما هم شنویم. فهمو آقای مسار. شیر بچه گوی را بس کن. نگذار که زبانت رو بریده پرتایم. شیر بچه، نظر بر روزهای قبلی باز هم قرارتری. اگر میدانستی که نسبتی تو چقدر نفرت دارم، اگر خواهی روی به روا میخوریم. اول بر رفیقانت بگو که بیهوده مکان مرا نجویند. زیرا در این خط تجهیزات مپارکنی است. اگر که تمام استانبول را دیدن خواهی، پس این کاری شما. لقیدن گر پیکاس. شیر بچه میدانی که دوستی جانی در دست من است. حاضر یادش کرده ای؟ دیدن میخوایی؟ با آغوش گرفتن میخوایی؟ تو چی میخوایی پیکاس؟ یگید من در تخانم. از پشت آوازی میمدو است. شکر که زنده است. چی گفت؟ و فکرم تخانه گفت. خوش چی میخوایی؟ شیر بچه آن چیزی را که نمیتوانی آن را نمیخواهم. برای تو برین یگید کاری سهل حساب میشود. بسیار سفسطه نگو. چی میخوایی؟ گپ زن. یگید من از تو میخواهم که اگر قبول بکنی این رو از کدام فیلم گرفتم؟ میلش امتیاز قبول نکردن را نداری. بگو گپ زن. چی میخواهی؟ یگیتی من پر از محبتی فعالیت هستی. به نزد اعتراضگرایان برهان شفق میروی. اعتراضگران در کجایند؟ در آن مکانی که دیگر ملت ها بسیارند، در محله بربراس. آنجا چیکار میکنم؟ خیلی آسان، به مثل فیلم در گردن لوحه آویزان میکنی. همین. تو میخوایی که برگردنم لوحه آویزان کرده میان اعتراضگران درایم، تشویقات جیجیکا را براه مانم. شیر بچه این خیل نگو آخیر. من از تو برعکسش رو میخواهم. در آن لوحه نیز با جیجیکا مینویسی. از تو میخواهم که با لوحه نیز با جیجیکا وارد اعتراضگرایان شوی. پس آن با وسایط اخبار عامه رسمی خوب نشان دهی. در بازی ها میشود
تو خودت این رو میدانی یک نموده که نمایان باشد. تو مرا فهمیدی؟ بعد چی می شود؟ جان رفیق دوست داشتت را نجات میدهی؟ اگر نروم چی؟ اگر کار را اجرا نکنی رفیق جانیت به آن دنیا می رود. مسئولش من نمی شوم. یکی شیر بچم تو می شوی. خاموش کرد. شما بگوید آقای مظهر چیکار بکنم؟ کنی ببینم رفیقانت تو را چقدر دوست می دارن؟ یعنی گپ زن؟ چون دوست می دارن که تو را می کشند. اوه خیلی خنده آور. شیر بچم. اگر در گردنم لوحه علیه جیجیکا را آویزان کنم و به میان اعتراضگرایان درایم، مرا پاره پاره می کنند. اگر نروم دوستم می میرد. بگویید چیکار کنم؟ نتیجه؟ همه چی آماده است. کارهای لازمه را انجام دادم. با یک تیر چند کبوتر میزنیم. یعنی؟ در وقت اعتراض بیان کنی برهان را میکشیم و با همین از یگید و ممدو خلاص میابیم. خیلی خوب. پیکس نقشه های تو را یاد کردی. من تو را بسیار احترام میکنم. سردارم، با دستگیری به واسطه شما نامزدی آزاد شدم. اعتماد شما را تا با آخر حق میکنم. وکیلم، من در این ذره هم شبهه نمی کنم. اکنون اجازه دهید که روم. با شما معلوم که بعضی برنامه‌های سیاسی دارم. امروز اولین واقعه‌ام را میگذرانم. با تو برای کار میخواهم. سلامت باشید. چی شد؟ نقشه حل شد؟ تو این رو از بالاخانه میپرانی. فهمو. از شما خبری انتظار میشوم که همه را پراکنده کند. سردارم، اعتماد شما را تا به آخر حق میکرده است. چه خنده آور. مینیک جانم اعتماد را با مرگش حق میکند. با مرگش. سردارم، این خنده آورتر است. تا بازدید. خب چخل زبیده است. ببینید اکنون تماما نشان هدف شده. آقای مظهر مگر یگان روی دیگر نیست؟ حیات یگید رو در خطر نمانده این کار رو حل کرده نمیتوانیم. یگید مجبور نیستی که این کار را انجام دهی. برای نجات دادن حیات برادرمون حیات تو را در خطر نمیگذاریم. آقای مظهر ممدوح نیز برای من عیناً همین را میکرد. حتی ذره هم فکر نکرده. آقای مظهر، عاطف بدون هیجان آرامانه گپ زن. ببینید به شما نواری مهمی نشان میدهم. یک لحظه نظر کنید. خواهش میکنم نظر کنید. این ثبت از خزینه سینام برآمد. چه ثبت شده است؟ نفری را که در نوار میبینید وکیلی آزادی میباشد که از جانب جیجیکا دستگیری یافته بود. برای چی سوگند یاد میکند؟ سوگند میخورد که به جیجیکا صادق است. عاطف این آدم را شکنجه داده باشد. شاید وقتش که رسد ثبت را چون تهدید استفاده میکنند. برای همین آنها را چون مخالف مجبور میکنند که قسم یاد کنند. اینجا کجا است عاطف؟ فهمیده توانستی؟ اینجا تخانه است که یگید. شاید ممدوح را در همینجا نگاه میدارد. این را از کجا فهمیدی عاطف؟
میمدو صدا برابر که در تخانه نگاهش میدارند. فکر کردم که شاید همینجا همان تخانه باشد. یک داتی فقط رفته دیدم به منفعت کار است. صدا برابر که در تخانه نگاهش میدارند. فکر کردم که شاید همینجا همان تخانه باشد. یک داتی فقط رفته دیدم به منفعت کار است. خوب، لیکن این تخانه در کجاست؟ کافتوکاف دارم آقای مسر. نگاه کنید، در رقیب قوطی ها را میبینید؟ بله. در بالایش سالسن نوشته شده است. شاید قوطی های همین شرکت باشد. سالسن را که یابیم جای تخانه را نیز میابیم. از عهده کارت خوب برآمدی عاطف. احسن به تو. تشکر آقای مسر. تو انبار این شرکت را هر چی زودتر یاب. نجیب، یگید، شما هم هر چی زودتر به راه برآیید. وقت کم مونده است. اطاعت آقای مسر. برادران محترم، در ترکیه این کار و سیاست مام گردانیدنی ملت کرد را راه اندازی کردند. حق نمایندگی ما را دزدیدند. وقتی که ما را نمیگذارند به در درآییم از دودکش می‌داریم گفته نامزدی وکیل آزاد شده. یک این کارت خیلی خطرناک است. روی راست با میدان می نمی‌داری. مگر برای ممدوح نمیارزد؟ او هم البته برای من این کارو میکرد. بله راست، او هم میکرد. حاضر وظیفه ما تو را از آنجا صحت و سلامت برآوردن و ممدوح را نجات دادن است. در آنجا آدم هایمان میشوند. برای آزار نیافتن و ضرر ندیدنت از دستمان آمده را انجام میدیم. تا هم حرکتی ناجا نکن، خواهش میکنم. فهمو سردارم، خطا نمیکنم. لبای از خطی مخفی زنگ میزند. شیر بچه هم چشمانم چور شد. در کجایی؟ میایم صبر کن. تلفنت را با خود بگیر. در تماس میشویم. باز زنگ میزنم. حیوان پلید با خطی مخفی زنگ میزند. باز با همین خط زنگ میزند. گویا که مسخره دارد. سردارم اینها با برهان کاری بدی میکنند. میدانم میگید در این کار پلیس را آموخته میکنند. میدان مینه‌دار گفتنتان درست است سردارم. ناکسان در همه جا دام گذاشتند. تو بگید. سردارم با خواست خداوند از عهده این کار هم موفقانه میبراییم. انشالله سردارم، انشالله. او زمین در طرف راست است. خداوند یار و مددگارت بود. دعا کنید سردارم، دعا کنید. بخیر بودا، پناهت به خدا. آقای مسر، نشانه شرکت را یافتم. در کجا بوده است؟ در توزل زمینی کلان دارند. مرکز شرکت هم در همانجاست. نشانه در اینجا نوشته شده است. در حال با اونجا گروه را روان کنید. برادرانم، نفرانی هستم که ناآرامی را میخواهم. برادرانم را کشتند. شاید نوبت دیگران باشد. برادران گرامی، من مردالدین زولفر مردارم. کنه ببینیم نوبت کیست. و تو از جایت را گرفتی؟ هدف در روبرویم. خیلی خوب. آدمان که آمدن حرکت را سر میکنیم. به صبرانه انتظارم. سردارم من رسیدم. فرمایید. چلی که مسئولیت کردیم از روی نقشه عمل کن. فراموش نکن. فرما سردارم، فراموش نمیکنم.
پیکه از من به مکان گفته‌ات آمدم. شربچه کنی به مردم خودت را نشان ده؟ من نشان میدهم. تو به من بگو ممدو در کجاست؟ مگر مرا باور نمی کنی؟ تو درون مردم در آنجا دوستت ممدوح را میبینی. خدایا مرا، وطنم را، مردمم را از تمام بدی ها نگاه دار. Sevda düştü içimize, her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, yüreğimizle yendik, gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık. Sevda düştü içimize, her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, yüreğimizle yendik, gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık. Haydar leyla, dar leyla, dar. 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 Haydar leyla. Despot khoinot, despot qotilot, despot khoinot, despot qotilot, despot khoinot. برای همین آوازهایی که از صندوق انتخاباتی در فشستان برآید خیلی مهم است. قرار قبول بگردد که کردها به این فعالیت ایست میگویند. اگر ملت کرد را از بین نابود میگردانند، ما به این را نمیدونیم، ما به این نمیگذاریم. دسپوت قاتلان، دسپوت جاهلان، دسپوت قاتلان، دسپوت قاتلان، دسپوت قاتلان. یگیت هم خیلی خنده آور شده است. اول کدامش رو پرونم؟ برهان رو؟ و یا یگیت رو؟ دسپوت خوینات، دسپوت قاتلان، دسپوت خوینات، دسپوت قاتلان، دسپوت لوحم خیلی زیبیده است یگیتم. دسپوت خوینات، دسپوت قاتلان، دسپوت خوینات، دسپوت قاتلان، دسپوت همین آوازهایی که تکرار میکنم، برای همین آوازهایی که از صندوق انتخاباتی در بلوچستان برآید خیلی مهم است. این
این انتخابات تقدیر کرد هاست. بفهمید این تقدیر کرد هاست. را خبر بگردد که کرد ها با این فعالیت نیست نگوید. دسپوت خاطینان دسپوت خاینان 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 دسپوت خاینان دسپوت خاینان دسپوت خاطینان دسپوت این چی است؟ دسپوت ججکه این چی است؟ برادرانم شما این را ببینید. برادرانم دسپوت ججکه نمیشته شده است. چی است؟ سردارم مرا دیدم. دسپوت ججکه؟ برادر این احمق کی است که از جانش سر شده است؟ هجوم بکنید بچه ها. او را بکشید. هنی بچه ها و هجوم گذاشته. زنه راه را کشوید. کشوید راه را. کشوید میگویم. و یک طرف استید. مگر تو مخبری اغواگران هستی؟ هدف تو چی است؟ دنبال چی میگردی؟ بچه ها و احساسات داده نشود. خود را به دست گیرید بچه ها. یک طرف استید. بچه ها بچه ها خواهش میکنم احساسات داده نشود. بچه ها اینجا بروید. رحمتی گید. این خوبیت را فراموش نمیکنم. آیا پدر و مادرت به تو نگفته بودند که با این گونه بازی چای خطرناک بازی نکن؟ گفته بودند، اما من کودکی گپ گوش کن نبودم. های ببین که به سرت چی بلا آوردی. اجازه ده تا این سلاحات رو گیرم. زودتر شو واتوز، کار رو تمام کن. حالا وقتی پراندن است. چرا میستی؟ واتوز نمیشنوی؟ واتوز کنی را با من ده. گیر. بخیز قرار است. واتوز در کجایی؟ مرا میشنوی؟ میشنود، اما عین حال جواب داده نمیتواند. تو کیستی؟ پیکاس، اینقدر زود مرا فراموش کرده. وفاداری را الکی گم کرده. نجیب، با واتوز یک جای هستی ها؟ واتوز در دست نمی باشد. تو در کجا هستی؟ گپ زن. آمده تو رو گیرم. اقلا یک مرتبه کلت رو کار فرموده آمده خودت تسلیم شو. مدتی دراز با تو یک جا بودیم. میدونی که این کارو نمیکنم ها؟ میدونم. باز بهانه نکنی گفته خبردارت کردم. بسیار میخواستم که با تو صحبت را دوام دهم، اما یک مسئله فوری است، باید آن را حل کنم. مرا گوش کن. الو پیکاس، یگیت کارها چخیل؟ این کار هم باز به دوشی خودم افتید.
واتوز را دستگیر کردم، اما پیکاس در گرد و اطرافتان می باشد. با دقت شوید. برهان را می کشند. یگید مرا میشنوی؟ سامدیت مرا! سامدیت نگویم! رها کنید! تو در کجا بودن ممدو رو میدون؟ بله کارها طبقی نقشه های کشیده ما آمده شده است. خوب شد جناب بفهمم. خوب شد فهمم. بچه ها نمونه گرستن نترسید بچه ها همیشه شد بچه ها زنه پایین دانسته گرفتی رو حالا با تو زنه بچه ها چی کار کرده ایستده باز کنده شیمه بسیده باز نسو فهمم. احتیاط باش نازمی نازمی بچه ها زخم رو زیر کن. یاری تجدید رو چک میزنم. آرام شو. خونی بعد در شریان شما جای شده است. تا مثل کشتم نشناسنید آرام نمیشوید. شد دیگر بنوار نگیر بس کن بس است ممکن است برداشت. خوب هستید؟ یکان چیزی نشده است؟ خوب هستم. تو کی هستی؟ کی بودنی من مهم نیست. گم شو از اینجا. گم شو. شما چی کار میکنید؟ گم شو. نتاس نجیب مرا فروختند. آرام شو فروختند. سردارم چه حال داره سردارم؟ خوب هستم. یکون چیز نشده است.
بطوس خداوند به خاندانش صبر جمیل عطا کنه. هیچ گپ نه، چاه کن زیر چاه. عاقبت پیکاس هم همین است. سردارم رقم‌های تاکسی رو اعلام کردیم. خوب کردید. سردارم مکان ممدوح را نگفت. متاسفانه نه. بچه ها ممدو در درون می باشد. باید او را صحت و سلامت نجات دهیم تا من فرمان ندهم یگان کار نکنید. فهمیدید؟ فرمان سردار. شما از پس روید، ما از پیش. آقای مظهر در نزد انبار آماده هستیم. فهمو لیلا با دقت شوید. یک کار کرده ممدوح را از اونجا برارید. فهمو آقای مظهر. بچه ها زودتر می رویم. می رویم. اینجا رو به خطر کردم. به در رو می درویم. آقای مظهر، جناب برهان را نجات دادیم، لیکن پیکاس گریخت. برهان را نجات دادید. تبریک میکنم. و توس هم در وقت زد و خور مرده است. شما یگان حادثه روی نداده است؟ نه ما خوب هستیم. بسیار خوب. برهان را در حال به اینجا بیارید. سردارم از ممدوح یگان خبری هست؟ عاطف یک انبار رو یافته است. لیلا و خیری در آن جایند. فهمو ما هم در حال می آییم. به نزد شما می آییم. عاطف یک انبار رو یافته است. لیلا و خیری در آن جایند. فهمو ما هم در حال می آییم. عاطف یک انبار رو یافته است. لیلا و خیری در آن جایند. فهمو ما هم در حال می آییم. به نزد شما می آییم. شما با ما می روید. با کجا؟ وقتی که رفتید می بینید حادثه خطرناک از سرتان گذشت. به شما یک دو سوال دارم. من رفتن نمی خواهم. جناب اگر ما نمی شدیم شما حالا مرده بودید. هدف من نبودم، شما بودید. بگذار گفته شما باشد، اما حالا با ما می آیید. خوب شده است. مرحمت سردار. درو اکه ممدو رو دیدم. چه خیل است؟ خوب می نموید، اما در نزد شکچان جانور است. آقای مظهر مرا میشنوید؟ شما رو میشنوم. دوام دهید. در اینجا دو آدم است. فهمو اول باید دیگر آدم ها رو یابیم. راه گردید. بچه ها من به حجت خانه رفتم می آیم. ایستید حرکتی بجا نکنید. بفرمایید شبه با زمین لیلا با زمین. چیگه پس چی شده؟ نمیدونم. ممدو رو احتیاط کنید و او یک ضرر نرسد. من از این طرف میرم. مایلاش
سلاحایتان را پرتوید. نباشد این آدم رو بکشم. پرتوید میگویم. سلاحایتان را پرتوید. شوخی نمیکنم. مرا میشنوید. او را میکشم. و شما میگم که سلاحایتان را پرتوید. نباشد او را میکشم. پرتوید میگویم. چی کار میکنی؟ عجلت رسیده است چی؟ سلاحت را پرت و راهی دیگر نداری. خیریه هران او را این حرامی را به قتل رسان. پرتوید سلاحایتان را. گپ نزن سلاحت را پرتو. من شوخی نمیکنم. نباشد او را میکشم. خیریه چرا میستی؟ هران او را. مایلش ببین میپرتویم. خیری چی کار میکنی؟ هرگز سلاحت را نپرتو. هرگز. آرام شو. سلاحم را میپرتویم. این کار را نکن. اکنون شد؟ تیره باش کرده. اکا ممدو خوب هستید؟ خوب هستید؟ گمان کردم که با ساده بودنت رو نشان میدهی. خیری ای اکا حالا هم فکر میکنید من خیری پیشینم؟ ما قبلا با لیلا مصلحت کرده بودیم. انیق فکری لیلا میباشد. عقل تو برای این کارها نمیگیرد. ای ها رحمت لیلا نمیارزد. آقای مظهر گوش دارم لیلا. ممدو رو صحت و سلامت نجات دادیم. انا این خبری خوش. همتون رو تبریک میکنم. حال ممدوح چطور است؟ ضرر ندیده است. حالش خوب است. یگان کس زخم نبرداشته است؟ تنها یک نفر. فهمو در حال به اینجا بیایید. میایم آقای مظهر. آقای مظهر چی شد عاطف؟ آقای مظهر یک شخص با شما واخوردن میخواهد. کی بوده است؟ نمیدانم. گفت که هیولگویت خودشان میدانند. فهمو بیا میرویم. مرحمت. هیول خوش آمدی. خوش باشید. خوش باشید. در کجاها میگردی؟ اساسا من باید این سوال را پرسم. فرض کردیم که دولت ما رو فراموش کرد، پس شخصانی که دوست میشمردیم چی؟ واه 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 سخنهای این رو بینید. آخر ما دولت رو مثل پدر شماریده بودیم. گفته بودیم که اگر ما رو زند هم ما قهر نمی کنیم. از آن روز یگان چیز تغییر یافته است عبدالقادر. انشالله که یگان کاری چتاق نیست. مظهر از این دیده چتاقتر چی می شود؟ میگویند که اگر اوف گویم کوههای در مقابل بوده پاره پاره می شوند. معلوم که تو یگان دردی داری. کنی بیا مرحمت. کو بیاید؟ ما رو با کجا آوردید؟ چرا من در اینجا میباشم؟ من چیکار کردم؟ آخر نمیفهمید که امروز به شما سوی قصد کرده بودند. یگان کس قصدی کشتنی مرا نکرده بود. آخر چرا مرا میکشتند؟ مرا گوش کنید. شما فهمیده نخواهید هم در آنجا حیله و نقشه های غرضانه عملی میشوند. خیریت که آمدید؟ وای عاطف کوبین آمده مگر؟ آقای مظهر انتظاری شما می باشند. لیلا و دیگرها چیکار کردند؟ اکه ممدوح را صحت و سلامت نجات دادند. خدا را شکر. خدا را شکر. به نزد آقای مظهر مهمان عالی قدری آمده است. کی بوده است؟ آقای عبدالقادر. چیکار بوده است؟
در ولایت خدا شخصی با احترامی است. یک وقت پیشوا هم بوده است. نسبی عبدالقادر چی می باشد؟ شفق، عبدالقادر شفق. وای در درون است؟ بله، انتظاری شمایند، یعنی منتظری اکی یگید و نجیب سردار. نسبتان یک بوده از یک منطقه می باشید. آیا یکدیگر رو میشناسید؟ میشناسیم، لیکن این حال با یکدیگر اونقدر خوب نیستیم. و خیر است؟ اگر اجازت باشد با او یکجا شدن نمیخواهم. اول با درون داریم، بعد نصیحت میکنیم. خیر، کنی فهمون در منطقه کارها چطور است؟ اگر تو رو یگان چیز ناراحت نمی کرد به اینجا نمی آمدی؟ مثل گفتن مظهر، انتخابات نزدیک شده ایستاده است. ما را این حالت بسیار خواطر می کند. بخیر است. آیا یگان معلوماتی است که ما نمیدانیم؟ بله، بسیار هم معلومات مهم را میدانم. من به استانبول تنها نآمدم، همراه رئیس و 7 نفر از بزرگان آمدیم. نیتی ما تنها به خاطر آرامی جامعه و از روی عدالت گذشتن انتخابات می باشد. پس مسئله مهم است. مظهر، گروه تروریستان همیشه به ما حمله می کنند. هر کاری که خواهند به خلق روا می بینند. دیگر صبر و طاقت نمانده است. گویا که یگان شخصیت این عملها را می خواسته باشد. علاوه بر این با پول مردم خودت می فهمی. اگر خواهی شکایت کنی یگان کس به تو کوشش یاری کردن نمی کند. اگر آنها چنین کنند من با تمام گروه آماده هستم که بر ضد آنها مبارزه بریم. تنها با تو کفایه نمی کند. حکومت و دولت برای این کار باید جدی کمک کنند. از دستم چیزی که آید میکنم. اگر لازم شود با سروزیر هم گفتگوی میکنم. من دلگیر شدم. فرزندانمان شهر میکنند که خودشان را کرد گویند. تمام کردها را با چشم تروریست نظر میکنند. این باشد جوانان و خلق را به غضب میآورد. مردم را به آغوش تروریستان میپرتایند. کردهایی که از گروه تروریستی پشتیبانی نمیکنند باید صدایشون را بلند کنند. نباشد سخنهای گفتند عملی خواهد شد. برای همین مقصد به اینجا آمدیم. کی بودن و چی بودن آنها به همه معلوم می باشد، اما افسوس که پشتیبان آنها تشکیلات میدیا می باشد. میدیا گویا که علیه آنها سخن می کند، اما در اصل پروپاگاندای آنها را به پیش می برد. اصلا فکر کنیم این دولت در وقتش به خطاگی ها راه داده بود. کودکان و مردم کوهستان و دیهات را باید به راه راست هدایت می کرد. مظهر همه این کارها را با حساب و کتاب دقیق درست کردند. دل مردم از این کارها خنک شد. حالا باشد همه علیه یکدیگر طبق گفته های میدیا حکم میکنند. تو خودت از من دیده خوبتر میدانی. خدا را شکر که حالا یک شخص به سخنهای ما گوش میاندازد. با این امید از راهی دراز خسته به اینجا آمدیم. این دولت دولتی تو هم هست. این دولت از آن همه می باشد. از آن کردها، لزها، چرکیزها، رومانیها. دولت از آن همه است. اکنون باید همه ما در این دولت حقیقت را باید درک بکنیم. من کفیل آنها می شود. این دولت برای شما چیزی که لازم شود آن را می کند. مظهر، کاش این سخنها 30 سال پیش می شد، تا اینکه نه یک قطره خونریزی می شد و نه یک قطره اشک چشم می ریخت. حالا به این حالمان نظر کن. شخصانی که ما را از هم جدا می کنند یک نقطه اساسی ما را نمی بینند. خدای همه ما یک است. پیغمبرمون هم یک است. روی به یک قبله می آریم. انا بین مولود نبی را در دیار بکر جشن گرفتند. هزارها آدمان جای نیافته بیرون از میدان ماندند. آیا میدونی که این چی معنا دارد؟ من هم این را گفتنی بودم. گروه تروریستان دین اسلام را زیر هدف قرار گرفتند. نقشه‌شان باطناً مارکسیسم بوده، ظاهراً اسلام است. حقیقت را نیست کرده از روی سنت‌های کردی و اسلامی یک مذهبی اپائیسم را تشکیل می‌دهند. بر رخ زردوش لباس اسلامی را می‌پوشانند. عبادت به زبان کردی می‌کنند. آیا در بین تمام مسلمانان روی دنیا این گونه فتنه و فساد نانداختند؟ چندین حزب‌های سیاسی را تشکیل کردند. مسلمانان را از یکدیگر جدا کردند. معلوم که حالا نوبت ما آمده است. کوشش میکنند که با جدا کردن از دین اسلام کردها را با ترک‌ها دشمن سازند. دین زردشتی را یکی از مذهب‌های اسلامی معرفی میکنند.
دین اسلام که تمام بشریت را روشن فکر می کند، به جای این دین هر گونه مذهب های با یکدیگر ضد را تشکیل کرده، دین و علمای دین را با یکدیگر جنگ می اندازند. راست میگو. شخصانی در وقتش مذهب و عرف و عادت را نمی دانستند، حالا باشد یک اسلامی جدید را ایجاد می کنند. اگر کسی را به نزدیکی پیغمبر اعلام کنند حیران نشو. آقای مسر، برهان شفق را آوردیم. همراه نجیب سردار در اتاق پرسشن. شما یگان گفتنی ندارید به او؟ برهان شفق گفتی؟ برهانی ما؟ بله، نامزدی او را بروی خط بی‌طرف ها ماندند، اما خودش بیخبر است. ما امروز او را از مرگ خلاص کردیم، گوییم خطا نمی کنیم. برهان چند مراتب گفتم مرا گوش نکرد. به او گفتم که تو را استفاده میکنند. گروه اول دین را حقارت میکرد، حالا باشد دوستدارش شده است. آیا این حیله و نیرنگ را محض برای شخصان دیندار تشکیل نکردند؟ برای همین تو را همراهشان گرفتند. گفتم اما مرا گوش نکرد. عبدالقادر، برادرت را مثل تو میشناسم. شخصی صمیمی و با ایمان بود. چرا این خیل شد؟ برای چی شود آخر؟ برای سیاست؟ منتظری بود که در دیگر جا نامزدیش را مانند. این را با آنها پیشنهاد کرد. آنها باشن به برهان گفتند که نامزدی تو را نمیگذاریم. با قهر و غضب رفته با آنها جنجال کرد. خواسته آنها شد. برهان را به آسانی به طرف خود کشیدند. اجازه دهید او را یک بار بینم. شاید این مراتب مرا گوش کند. عبدالقادر، به هر حال او برادری تو است. هرگز برادرت را نرنجان. سخنهای قبیح نزن. یک مرتبه در غضب شده از تو دور شد، باز به غضب آمده نابود نشود. نگران نباش. و اینجا امضا گذارید. شاید که مراتب دیگر با شما همراه نشویم. این را میدانید نه؟ گوش کنید، از صمیمی بودنتان شبهه ندارم، اما چندین سال شد که ما با این کارها مشغول هستیم. از سرمان گذراننده ایم. حالا به شما نقل کنم باورتان نمی آید. نجیب سردار، تو همه را بفهم. این فرصت به دستم آمده است. فرصتی که اقتدار به من نداده بود آنها به من دادند. وکیل ملت میشوم. محله به محله گشته مردم را میفهمونم. نامزدی مرا پیشنهاد کردن برای خلق کرد این فرصت خوب میباشد. آنها نیز فهمیدند که به یک دو خطا راه دادند. 2-3 سال پیش تصور نمیکردند که نامزدی من برای یک شخص ملت دوست پیشنهاد میشود. آقای برهان، آیا شما به این سخنها باوری دارید؟ گوش کنید، یک مکتب، یک قانون فیزیک، ماده‌ای که زود گرم میشد باز به زودی خنک میشد. آیا شخصانی که آنها را حمایت میکنید کمی پیشتر هدایت نیافتند؟ هی فرض کردیم که راه راست را یافتند به گفته شما، پس چرا امروز شما را قصد کشتن کردند؟ آیا تو امین هستی؟ خطا نفهمیده باشی؟ آنها مرا کشته چی منفیت به دست میارند؟ منفیتش این که از شخصان دینداری که از گروه تروریستان دور میباشند فایده میبینند. از پشت شما شده آواز بسیار جمع میکنند. شما را که به قتل رسوندند از شما خلاص میشوند. یعنی که مرگ شما از زنده بودنتان به آنها منفعت نکتر میباشد. این را دانسته گیرید. نجیب سردار، عذر میخوام، لیکن این سخنهای تو کمی واهمه میباشد. همچون کارمند ساحه خودت شاید حق باشه، اما من کار خودم را خوب میدانم. ببین آنها سخنان مرا گوش میکنند. گوش کنید، شما را استفاده میکنند. این را دانسته میکنند. عقل سالم دارید، خوب خلاصه برارید. التجا میکنم هوشیار شوید. فهما، با دقت میشوم. اکنون اجازه دید روم. البته که میتوانید بروید. مرحمت. سردارم، میگویند که از دم مرگ نجات یافته ای. همه خیلی گفتن لیکن نمیدونم. کنی بیا یک صحبت کنیم. اگه گوش کن، اگر با سر کنی خوبش که سخن نمیکنیم. من اکی تو میباشم، سخنهایم را گوش میکنی. ای تو مثل رادیوی ویرانه یک چیز را تکرار کرده نیست؟ گفتم که گوش میکنی. اگر خواهید به اتاق من رویم. لازم نیست. نباشد ما شما را تنها میگذاریم.
خانمان آماده شدید؟ همه تیار است. مینیک همه چیز آماده است؟ آماده اند سردارم. انتظار شورای انجمن هستیم. آماده ایستادند. مسئله برهان چی شد مینیکم؟ جنابم تا حال یگان خبری نآمده است. پیکاس بخیر است؟ جناب مسئله برهان حل نشد. نشد؟ چرا؟ نجیب و یگید باز با میدان برآمدند. وای کارهایمان اجرا نشد. پس وطاس کجا شد؟ گپ زن پیکاس. وطاس کجا شد؟ متاسفانه موفق نشدیم جناب. نجیب او را پراند. در آغوش من جان داد. پیکاس تو چی ها میگویی؟ تو چی ها میگویی؟ او مثل فرزندی من بود. متاسفانه. نجیب جواب این را میدهی؟ همتان این را دانسته گیرید. و تو چی شد؟ تو فرزند خاندان دیندار بودی. از پشت غضبناکی احساساتیت گروه تو را استفاده میبرد. به وسیله تو هم خودشان را در نزد اهل دین شیرین نشان میدهند و هم یک دینی جدید را تشکیل کرده مسخره اسلام میکنند. و تو چی شد که قربانی فتنه‌گری آنها شدی؟ اکا برای چی تو این رو دیدن نمیخواهی؟ طول 30 سال شد که جنگ رفت ایستاده. یگان کس به من این خیل فرصت را نداده بود. مرا نامزد به وکیل ملت کردند، یعنی به هویت کرد بودنم. نامزدی مرا پیشنهاد کردند. همه اینها نشانه آن است که آنها مرا اعتبار میدهند. آنها کوشش دارند بدین لباسی نو پوشانند، دین و مذهبی نو سازند. چرا چهره درخشان اسلام را آنها کوشش میکنند که سیاه کنند؟ چرا؟ گوش کن برهان، این آدمها دین و مذهب را به یکدیگر آمیخته کرده ایستادند. اینها هم عملهای رذیلانه می باشد. هفته گذشته نماز جمعه را 4 رکعت خواندند. تو خودت خوب میدانی مگر 4 رکعت نماز می شود؟ آیا نخواد که دین اینقدر به آسانی پایمال شود؟ نیاکا رکعت نماز می شود؟ رکعت نماز می شود؟ آیا نخواد که دین اینقدر به آسانی پایمال شود؟ نیاکا چرا تو مسئله رو از این طرفش نگاه میکنی؟ آنها مرا احترام میکنند. من این فرصت را استفاده برده آنها را اصلاح میکنم. امروز نماز جمعه را 4 رکعت خواندند، فردا باشد تردی درستش را میخوانند. گوش کن برهان، تو اصل کار از من دیده خوبتر میدونی. شخصی که به نیت نمازخانه آمده به خطاکاری راه میدهد تا از چشمانش میفهمی. سفسطه‌گویی را بس کن و از این راحت برگرد. میفهمم که با کسی گپ‌هایت گریخته است. به هر حال تو عقلت را استفاده بر، نگذار که تو را فریب کنند. نیاکا من قرارم را دادم. آنها به من یک فرصت دادند. قدر مرا تنها آنها دانستند. برای خدمتم فرصت را به من آماده کردند. چیزی میخواهی گفتن گیر؟ اگر سخنهای تمام شده باشد من میروم. برهان مرا گوش کن. خیلی گوش کردم اکا. برادرم برهان، برادرم. آقای عبدالقادر چی شد با شما؟ هوان چی شد؟ آرام باشید. هوان دکتر را جر زنید. دکتر آرام باشید، آرام شوید. مرحمت جناب.